پیغام سلم و تور به فریدون. سلم و تور در فکر نقشه‌ای حساب شده بودند تا بتوانند رفتار بدشان را توجیه کنند. آنها برای اولین قدم تصمیم گرفتند تا به وسیله موبدی دانا پیغامی را به پدرشان برسانند. سلم و تور موبدی را انتخاب کردند و به او گفتند: ای موبد، به نزد پدرمان فریدون برو و به او سلام و درود ما را برسان. سپس بگو که پسرانت سلم و تور میگویند که سالها پیش هنگامی که جوانتر بودی به صورت ناعادلانه قلمرو خود را میان ما و ایرج تقسیم کردی. سخت ما در این سالها سرزمین‌های سخت و دورافتاده‌تر ترکان و رومیان بود، در حالی که ایرج در کنار شما به خوشی در ایران زمین روزگار می‌گذراند. اکنون که به کفایت رسیده ای، به این تقسیم نادرست تر و سامانی بده و از عذاب خداوند بترس و در حق ما بدی روا نمدار. فرمان روایی بر ایران برای ایرج باید پایان یابد. در غیر این صورت ما تا آخرین توان و قدرتمان با هم متحد خواهیم شد و به سوی ایران لشکرکشی خواهیم کرد. ما چیزی کمتر از ایرج نداریم و شایسته تر از او برای حکمرانی بر ایران زمین هستیم. اگر پیشنهاد ما را بپذیری، همه چیز رو به راه می شود و ما سه برادر با هم مشکلی نخواهیم داشت. موبد که میدانست سخنان سلم و تور ناشایست است، اما چون مجبور بود به سوی فریدون رفت و پیغام آنها را رساند. همانطور که موبد حدس زده بود، فریدون پس از شنیدن پیغام سلم و تور خشمگین شد و فریاد زد: ای موبد، به سوی آن دو فرزند نادان و بیشرم من برو و سلام و درودشان را به خودشان ارزانی دار که من احتیاجی به آنها ندارم. به آن دو بگو که به ایزد یکتاقستم من در حق آنها هیچ بدی نکردم و اگر سلم و تور قصد شومی داشته باشند و بدی کنند، در نتیجه بدی خواهند دید و اگر از خواسته های نادرست خود بپرهیزند و راه خوبی و نیکی را در پیش بگیرند، بیشک نیکی نصیب آنها خواهد شد. به پسرانم بگو از خداوند بترسید و به وسوسه های شیطان فریبکار گوش نسپارید که نتیجه جز تباهی و مرگ در پیش روی شما قرار نخواهد گرفت. اگرچه رفتار و کردار ایرج شایسته تر از سلم و تور است و هیچگاه چشم طمع در اموال من نداشت، اما با این وجود من هیچ تبعیضی میان سه فرزندم قائل نشدم و از ایزد یکتا برای سلم و تور آرزوی بخشش و هدایت دارم. موبد پس از شنیدن سخنان فریدون با احترام تعظیم کرد و به سوی قلمرو سلم و تور حرکت کرد تا پیغام پدرشان را به آنها برساند. اما سلم و تور منتظر آمدن موبد نشدند و بیدرنگ با سپاهی عظیم به سوی ایران لشکرکشی کردند و در نزدیکی مرزهای ایران اقامت کردند. سربازان چادرها را برپا و سرداران به طراحی نقشه حمله پرداختند. از سوی دیگر فریدون با غم و اندوه در فکر پیغام ناشایست پسرانش بود که خبر لشکرکشی زود هنگام آنان و اقامت سپاهیانشان را در کنار مرزهای ایران شنید. فریدون که دیگر پیر و خسته شده بود، با قلبی دردمند به نزد ایرج رفت و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد. ایرج با مهربانی دستهای چروکیده پدرش را گرفت و بر آنها بوسه زد و سپس پدر را روی تخت کنار خود نشاند و گفت: پدر جان، برادرانم فریب ظاهر این دنیای فانی و زودگذر را خوردند و هیچ متوجه نتیجه کارهای خود نیستند. من تنها به حرف شما گوش دادم و حکومت بر سرزمین ایران را قبول کردم و هیچ بدی در حق برادرانم انجام ندادم. اکنون نیز تاج و تخت برایم هیچ ارزشی ندارد. فریدون با صدایی لرزان گفت: پسران، آنها به زودی با سپاه عظیم خود وارد ایران میشوند و تو را از بین میبرند. تا دیر نشده تو نیز سپاهی فراهم کن و به مقابل آنها برو. ایرج لبخندی بر لب نشانده به آرامی گفت: پدر بزرگوارم، شما غم و اندوهی در دل نداشته باشید. من صبح فردا به سوی آنها میروم و با زبانی نرم از سلم و تور میخواهم تا دشمنی و کینه‌توزی را کنار بگذارند و به قلمروهایشان برگردند. فریدون آهی کشید و گفت: ای کاش آن دو نیز ذره‌ای از درایت و جوانمردی تو در وجودشان وجود داشت. اگر تصمیم تو این است، من مانع از رفتن تو نمی‌شوم، اما این را بدان که سلم و تور کینه تو را در دل پروراندند و فکر نمی‌کنم با سخن‌های تو آرام بگیرند و برگردند.
راهی که انتخاب کرده‌ای شاید بازگشتی نداشته باشد. خوب به همه چیز فکر کن و اگر قصد رفتن داشتی با چند دلاور جنگجو به سوی آنها برو. ایرج پدرش را دلداری داد و او را آرام کرد و به سربازانش دستور داد که مقدمات سفر او به سوی مرزهای ایران را فراهم کنند.